امروز اومدیم نمایشگاه سفر کمپینگ و اکوتوریسم بریم که با هم نمایشگاه رو ببینیم. از اول براتون دارم فیلم میگیرم که کل نمایشگاه رو یه جورایی ببینید. اینجا قسمت ساخت ماشین‌های باگیه، ماشین‌های ساحلی که ببینید تولید کننده یک بار دیگه از شرکت یارات موتورز، درسته؟ تنها تولید کننده خودروهای باگی ایران و خاورمیانه با مجوز رسمی. بسیار عالی. محصولات هم سند داره، هم بیمه ایران داره که سالها براش تلاش کردیم که بتونیم یه امنیت خوب و یه کیفیت خوب. بسیار عالی. شرکت بسیار عالی. و بریم نمونه محصولاتشون رو ببینیم. ساخت داخلی با تمام امنیت کاملی که در نظر گرفته شده. 100% ایران. وایسی برای یک کاتافن بزنم بچه پیاده شد. خیلی عالی. یک کاتاف هم میخوام برامون بزنن. بریم یک کاتاف داشته باشیم. خب جمالی هستم. جمالی دست شما درد نکنه. من به افتخار شما بچه‌ها یه کاتاف مخصوص خودتون. دست شما درد نکنه. ممنونم. خب محصولات که تماما تولید داخلی و ایرانه اینجا میبینین. خیلی با کیفیت کار شده و گفتن که تنها تولید کننده در خاورمیانه خودروهای باگی هستن. این قسمت هم محصولات آبی رو میبینین که میخورده است که محصولات ورزش‌های آبی و درای بنک ها رو دارن. پدل بورد هایی که استفاده میشه، جلیقه ها که داریم میبینید. بچه‌های مخصوص آب نوردی هم اینجا میبینید. این قسمت برای قایق‌های پدل بوردیه که هم پارویی هم پدالی. چون میبینید حتی لوازم غواصی اینجا دارن. اسم برندشون جلیقه های مخصوص آب، میز و صندلی های مختلف. خب اینجا ببینید اینجا چی دارن. ظرف و ظروف آماده، یعنی تمام چیزایی که برای پخت و پز نیاز داریم به صورت پکیجی دارن که توی کیف های مخصوصش قرار داره. میتونین داشته باشین. خیلی مرتب و منظم. منقل های دردار رو میبینین. برای همون شرکته. میبینین ساچ‌ها و گداجوش‌های پایدار برای سفر دسته‌دار هم هستن. به جورایی میتونین راحت تر استفاده کنید.
بریم سمت خودروهای آفرودی که اینجا حالا به صورت آفرود استفاده شده. فروش چادرهای سقفی و خودروهای کمپینگ و قطعاتش. خودروهایی تجهیز شدن از جمله چادرهایی که به صورت شبانه بتونید چادر بزنید، میتونید استراحت کنید. چادرهای سقفی و خودرویی. باکس های پشت ماشین و چادر روی اون. حتی خودروهای ونی که بازم در جا خوابشون روی خودرو کار شده. خود خودرو ون این رودز که میبینید بالاشو چادر سقفی کار و تجهیزاتی که روی این ماشین نصب شده رو میبینید. نورهای مختلفی که برای شب کار شده، از بغل، از جلو و گارد هایی که کار شده. همینطور پشت ماشین رو میبینید یک شیروش، مارک شیروش کار کردن، خیلی قشنگ کار کردن، جورایی ماسل کار شده. خب بریم سراغ خودروی بعدی. ماشین های شاسی که میبینید روی ماشین شاسی چه چادر بزرگی هم نصب کردن. کنم تا 3 نفر رو قشنگ ساپورت میکنه این چادر. داخلش هم میبینید و اینجا برای حمل دوچرخه روی ماشین استند هایی گذاشتن. در پشت یخچال دارن و حتی استند حمل موتور که پشت میبینید، سیستم برق و باقی داستان ها. و حالا به صورت جداگانه همون نورهای که روی ماشیناشون کار شده بود اینجا میتونید ببینید. و اقسام تجهیزاتی که برای آفرود دارن و روی سیستم های ماشین کار میکنن. خب فکر کنم این غرفه هم تموم شد و دیگه ماشینی ندارن. بریم سراغ غرفه های بعدی. بریم این قسمت رو ببینیم. چادرهای نیچر هایکن که چادرهای خیلی خوب و بزرگی هم، ولی یه مقدار قیمتاشون بالاست. هم گفتم که بدونید قیمت ها تو چه رنج قیمت هایی هستن. این چادرها چادرهای بالا رده هن. یه مقدار گرون قیمت هن. این نمونه دیگه شه. نمونه های خیمه‌ای به غرفه
صفحه بعدی ببینیم اینجا چی دارن. از اینجا شروع کنیم. باکس های چرخدار داره، داخلش هم به این شکله که میتونید پارتیشنش رو جا به جا کنید. بستش میشه این و بازش. خب بریم داخل هم ببینیم. جاهایی که جذابه برای بیننده ها وسایل آشپزیه. اینجا میبینید سلاح آشپزی، گازها، نرخ و دور. خب بیایم اینجا ببینید یه سریاشون قیمت هم داره، میتونید ببینید قیمتاشو. 250 1 و 650 3 و 800. این هم بخاریه، هم یه جورایی اجاق میتونه باشه. و این هم همینطور، هم گرماشه هم پخت و پزه. وقتی این بسته باشه و وقتی باز باشه میتونید استفاده های مختلف ازش داشته باشید. برند استوماک اینجا ببینید یه سری ظرف و ظروف سفریه. اینجا سایه‌بون سفری، صندلی های تاشویی که حالا اینجا میبینید صندلی پرودوه که لامپ هم داره. این صندلی این روشن میشه. میزش هم همینطور. پاشا هستن جمع میشن و قیمتش هم اینجا میتونید ببینین 6,700 ست کاملشه. این هم صندلی های دیگه که دارین اینجا میبینین، صندلی های آریامن و میزش. اینجا منبع اقسام صندلی های اسنوهاک رو میبینین که میزش هم میزش کینگ کمپه، ولی خب صندلی ها اسنوهاک یه برند با کیفیت چینیه که میتونید تهیه کنید. و صندلی های نیچر هایک اینجا میبینید. میزش هم هست که زیر میز میتونید وسیله قرار بدید. اینجا برند جی شاک هم میبینید توی نمایشگاه. جی شاک معروفه، میدونید دیگه. ساعت‌های خیلی مقاوم برای سفر داره. اینم مدل‌های ساعت‌های جی شاکه. اینجا میبینید ساعت‌های جی شاک از برند کاسیو. قسمت جی شاک هم تقریبا تموم شد. بریم یه قسمت دیگه از نمایشگاه ببینیم اونجا چه خبره. بریم سمت قمقمه نورهای کمپینگ که اینجا میبینید چند شاهن حالت شارژی هست، فندکی ماشین داره و مستقیم روی باتری. این مدلی که میبینیم اینجا 8300 هر کدوم از این نورا از فندکی یا از سر باتری میتونید نور رو بگیرین و استفاده کنید.
خب یه سری نورای دیگه میبینیم بالا که تاشوه این شکلات مونوپادی داره و داخل خودش جمع میشه، پایینش هم سپایش جمع میشه و به صورت یک جمع و جور میشه. میتونین جمعش کنین و این توی خودش جمع میشه، یه جورایی پایش توی خودش میره. نورهای مخصوص چادر که اینجا ببینید نورهای فانوسی هستن. چرا به طور دوستانه هستیم تقریبا سالی پای 4-5 میلیون درم هزینه میکنم. این دفعه رفتیم 2 تا 45 دقیقه گرفتیم. اینجا هم مارک بلک داگ حالا ندیده بودم ولی خب به نظر با کیفیت میاد. چادر کسی خوابهای بیس کم گذاشتم. چیزی که من خیلی دوست دارم صندل های طبیعت گردی که واقعا راحتن و به خصوص توی جایی که آب نوردی میرین خیلی کمک میکنه به شما. سفرهایی که میرید و داخل آب میرین خیلی این صندل ها براتون خوبه. یه نمونه شما نشون بدم. میبینید برند چینیه ولی خب چینی با کیفیته. من برندهایی که توی ایران میاد چینیه توی صندل ها ولی خب با کیفیتن و مشکلی ندارن. کوله ها رو ببینید. بازم چینیه و خیلی تنوع ولی یک کوله جالب دیدم ببینید. کوله که گفتم جالبه این کوله است، جایی که کمرتون خستشه میتونید روی زمین با خودتون حملش کنید. این کوله است که دسته داره و میتونید بالا پایینش کنید. چرخ داره پشت کوله، میتونید با خودتون هم کنید و ببرید. اینم یه نمونه دیگه. قیمتش هم 24 میلیون تومان. مثل کوله‌های کوچیک هم برای خانوما که سفر میرن حالا رنگ‌ها رو دوست دارن طراحی کردن. اینجا داریم میبینیم ضد آب هم هستن. جالبه. قیمتش هم 2450. یه سری کیف ها و کاور های مخصوص یخه که میتونید بگیرین و یختون توی اون قرار بدین، سرما رو کمتر دفع کنه و دیرتر یختون آب شه. اینجا خیلی شلوغه و ما داریم سبزش میاد. بریم جلو براتون فیلم بگیریم. میتونید 20 لیتری های شیردار رو ببینید که خیلی کاربردیه. شیر توی خود 20 لیتری قرار میگیره، درش هم به همین شکل. وقتی که شیر رو میبندید میتونید درش رو توی خودش قرار بدید. یه خوبی داره به نسبت بقیه حالا اون 20 لیتری های شیردار اینه که شیرش قابلیت جدا شدن داره و توی ماشین خراب نمیشه. میتونید شیرش رو بعداً جدا کنید و توی ماشین قرار بدید.
نزد دهنده ها هم اینجا ببینید. اینجا میتونیم منقل رو ببینیم، باربیکیو لایف کمپینگه. ما بهشون گفتیم منقل، الان جدیدن شده باربیکیو. از گذشته کول باکس داریم، پشت قهوه ساز سفری، میله های چادر. اینجا یک گدادوشی که روی خود گدادوش قوریتون قرار میگیره برای کشیدن چای. جای ادویه داره، جای ادویه هایی که قیمت نخورده، ولی خب یک کاور محافظ داره که شما بتونین با کاورش اونو هم کنین و مشکلی پیش نیاد. برای ادویه‌جات یه سری گجت دارن که ادویه‌جات رو میتونین توی اینو بریزین. و این کیفه برای چیه؟ کیف آرایشی خانم ها برای سفر. خب اینجا باز میایم سراغ بخش جذاب خوراک، ظروف غذا. این قسمت ببینید اسنک ساز سفریه. میتونید توی سفرتون اسنک رو درست کنید. میبینید چند مدل گریله و ظروفی که به صورت نظم داده شده در کیف‌های مخصوصش قرار داره. پشتم چند نمونه‌اش رو دارید می‌بینید، قهوه سازها و غیره. یه سری ظروف نظم دادن شده در یک پکیج دارن که برند خودشون هم زدن، لایف کمپینگ. میتونید برای 2 نفر به صورت خیلی 4 نفر هم دارن. نمک پاشم دارن. بله دست شما در نکنه. یه جورایی نظم داده شده و خیلی کم جا میتونین ظروفتون هم داشته باشیم. جنس ظروف چی هست؟ کلاسیک فشرده. اینجا نمونه ها رو میبینید. اونم که میبینید برای دستشویی رفتن و تبدیل 1.5 لیتری بطری های آب به سرو، حالا چی بهش میگفتن، آفتابه. این مدل چادر رو بهش میگن چادر سرخپوستی. جدیدن آب شده، خیلی چیز جذابی نیست. اینم که چادر هاسکیه. من نمی‌پسندم شاید خیلی هم دوست داشته باشن، ولی این مدل چادرهای سرخپوستی یه میله وسط میخواد و کناره ها باید بسته بشه که بتونید ازش استفاده کنید. در غیر این صورت نمیتونید این چادر رو استفاده کنید. باید حتما با بند مهارش کنید. این قسمت اومدیم سراغ پاور استیشن ها. شما وقتی میخواید برق توی سفرتون تامین کنید باید همچین گجتی داشته باشین که بسته به قدرت توان خروجی و ذخیره سازی قیمتاش متفاوته. اینجا دارید میبینید 39,500، 26 میلیون و 10 میلیون. یه سری یخچال ها و فریزر ها هست. برند LGه که اینا هم قیمتاشون 36,500. الان با دلار 103 تومن دیگه کمتر از اینا قیمتاشون نیست. خب پاورلوژیه.
همشون تقریبا یه دستگیره دارن و چرخ زیرشون، چون حملشون به این راحتی نیست. یخچال و فریزرن و میتونین بلندش کنید و حملش کنید. اینجا میبینین که دو تیکه است، یه تیکش فریزر و یه تیکش یخچاله و خیلی حجم بزرگی داره. برای ماشین‌های آفرود بیشتر درد میخوره که بتونین حالا به اندازه حجمی که اشغال میکنه شما فضا داشته باشین برای حملش. خب بریم سراغ زگ پرو ببینیم غرفه زگ پرو چی رو برده. چادرهای سقفیه کارشون که روی باگی هم کار کردم و اینجا چادر خیلی با کیفیتی هم کار کردم. برقم میخوام ببرن، گوش بدین. از سوی اداره برق ما امروز از ساعت 1 تا 3 تخلیه برنامه داشتیم. خدا رو شکر ما همه چیمون با برنامه ریزی اصلا هیچیمون مشکل نداره. همه چیمون طبق برنامه ریزی، فقط قطع کردن ما البته طبق برنامه ریزی انجام میشه. کشور خیلی با برنامه‌ای است. خب اینا هم چادر سقفی های مختلفه که میبینید پایه‌های آلومینیومی داره. داخلش تقریبا 2 نفر راحت میخوابن ولی 3 نفر یه جورایی شاید جمع بتونن بخوابن توی این. خب اینجا تقریبا همشون چادرهای سقفیه کارشون. و بریم سراغ غرفه بعدی، ماشین سوزوکی که حالا بالاش می‌بینید کار شده. این قسمت روی رینگ و لاستیک و فرمون و یه چیزا کار میکنن. یه سری لوازم جانبی هم دارن. لوازم جانبیشون که خنک کننده ها و یخچال ها، سری پاور استیشن، ولی کار اصلیشون اینجا میبینید رینگ و فرمون برندهای آفرودیه. اینجا لند کروز رو میبینید، این کوچولو هم داره جست میگیره عکس بگیره. از خودش بگیره. تویوتا سوار شده میخواد جست بگیره عکس بگیره. خب اینجا هم برندها رو ببینید. بریم داخل هم یه نگاه بندازیم. بازم فرموناست و اینجا داریم میبینید تمام لوازم تویوتا، نیسان و لوازم یدکیشون رو تأمین میکنن. تأمین کننده قطعات برندهای نیسان و تویوتا هستن. اینجا لوازم تویوتا و نیسان از جک ها و باقی قطعاتشون رو میبینید که تأمین کننده قطعات تویوتا و نیسان هستن. حتی اگر گیرتون نمیاد میتونین با این غرفه کار کنید. یکی دیگه از غرفه هایی که میبینید قطعات ایران خودرویی نوشته. من ایران خودرو و فوتون. بریم سراغ ایران روور، نمونه‌های تجهیز شده ماشیناشون.
اینجا میبینین ماشین لباسشویی، ظرفشویی و گاز. اینجا داریم ماکوفه رو میبینین، سرویس بهداشتی، حمام. جای خوابم که در پشت باید قرار داشته باشه، میریم پشتش هم ببینیم. اینجا میز دارن که میز وقتی پایین بیاد این پایه ها جمع شده و تبدیل میشه به جای خواب. پشتم پشه بند کار کرد. این پشه بند خیلی خوبه، من پشه واقعا هر جا باشه میاد سراغ. یکی از بهترین گزینه‌ها پشه بنده. خب یه ماشین تجهیز شده دیگه اینجا داریم، فکر کنم برای جابجایی های VIP باشه، سفرهای VIP، جابجایی های VIP. حتی تجهیز آمبولانس ها رو هم انجام میدن که اینجا دارین میبینین. اما تجهیزاتی که به صورت آمبولانسی کار میشه اینجا استفاده میکنین و تمام تجهیزات رو انجام میدن. و حتی اینجا یه چیزی تو مایه های خودروهای آتش نشانی هم دارن، میشه آتش نشانی هم تجهیز کرد به این شکل. خب بریم غرفه بعدی. سایبان ها و بازم تجهیزهای کمپینگه که پشت ماشین دارن و پایه هایی که حالا خوردن افتاد. باگی دارن بازم با یک یدککش حمل باگی. این عقب‌تر ببینیم، این یدککش حمل باگیه. خودروهای مخصوص خودشون. اینم یک نوع باز یخچال و فریزره. رسیدیم به کجا؟ جایی که موتور رو تجهیز میکنن. اینجا میبینید خیلی بعضی دوستان علاقه دارن به تجهیزات موتور برای سفر. باکس هایی که پشت قرار میگیره برای حمل وسیله هاتون، برای بنزین اضافه، جای قمقمه، نورهای اضافه که کار میشه، گاردها، شیلد هایی که برای محافظت از موتورتون کار میشه برای سفر. و پشتم همینطور یه باکس پشتم دارین به صورت قفل شد، ماشین قفل داره. خب اونورم همینطور. حالا کیف های اونور یه مقدار متفاوته، باکس های اونور به صورت کیف دارن. اینجا باز میبینی
سه باکس دارن پشت موتور. کیفای کنار صورت پارچه‌ای کار شده. روی موتور هم همینطور مثل باکس های پارچه‌ایه. پشت هم یه سری باکس های ضد آب کار شده برای سفر. هم رخ این موتور تجهیز شده. بقیه موتورها تجهیزات آفرودی لاستیک می‌بینیم. به کناری هم همینطور. خیلی از غرفه‌ها شبیه همه ولی اینجا یه مقدار متفاوت بود. گفتم بعد بگم اینجا پنل‌های خورشیدی دارن، سیستم‌های سولار و اما اقسام کولرهای گازی هم حتی دارن. یخچال دارن و سیستم‌هایی که برای شارژ کردن برق که پتوهای برقی برای خودرو دارن با فندکی که میتونید از فندکی استفاده کنید برای گرم کردن. ماشین کم شدن دارن. این هم میشه ماشین تجهیز شده شد. میبینید من این روز بازم این اره زنجیری دستیه که دو طرفشو میگیریم میکشین و قطع میکنیم چوبو. اینجا عینک های مختلف اسکی و موتور سواری و دوچرخه سواری و غیره. خب انواع اقسام تبر و بیلچر رو اینجا میبینید. برای سفر خیلی مهمه. بعضی اوقات یه جایی ماشین گیر میکنه، بیلچر خیلی کاربرد داره. کبریت های ضد باد و ضد طوفانه که میتونید در شرایط سخت هم ازش استفاده کنید. این نی که اینجا میبینید برای فیلتر کردن آب، تصفیه آب. یه تعدادی میتونه فیلتر کنه که روی بگش خودش نوشته و جایی که گیر کنید آب تمیز پیدا نکنید میتونید از این استفاده کنید. ظرف غذا هم داره که خودش باشم چنگالش قرار میگیره و جمع و جوره. واسه سفر خوبه. یکی از بخش‌های جذابی که به مردم جالبه این قسمت هاست. از تجهیزات رنگی پنگی داخل کمپرتون بگیر تا لباس‌ها، عودها و چیزایی که حالا باب شده جدیداً توی سفر و کمپینگ خیلی ها استفاده میکنن، بیشتر برای قشنگی، عکس گرفتن، لباس‌های خاص رنگی و این طرح‌هایی که می‌بینید توی کمپراشون استفاده میکنن برای دیزاین.
خب اینجا یک مینی بوس رو میبینید که کمپرش کردن، چقدر داخل شیک و قشنگه. یه بعد سواله این چه ماشینه که انقدر خوشگل شده؟ بیرونش رو ببینید، مینی بوس های قدیمی بنزه ولی داخلش خیلی زیباست. مینیبوس های قدیمی بنز یادتون هست قدیما اینا باهاشون مسافر کشی میشد، ولی الان چقدر زیبا داخلشو تجهیز کردن و به این زیبایی کمپر ساختن. اینجا هم یه سری باکس ها میبینین برای کمپرها که میتونید تجهیزات رو توشون بذارید. صورت تاشو بسته میشه. اینجا سیستم شستشو باز هم صورت تاشو توی باکس بسته میشه. سیستم پخت و پزی که بسته میشه صورت باکسی و این هم همینطور سیستم باکسه که شما میتونید توی یک باکس تمام تجهیزات آشپزیتون رو خلاصه کنید. نمونهش هم اینجا دارید میبینید، توی ماشین تجهیز شده و آماده است. اینجا ببینید تمام تجهیزات توی یک باکس قرار گرفته. یخچالشون که پشته و سیستم شستشویی که اینجا میبینید. غرفه متفاوت اینجا میبینید. حالا دارن تبلیغشون نشون میدن. این تک‌ها کارشون اینه یه جورایی منقل آمادن، خیلی سریع بتونید کبابتون انجام بدین و این دردسر. یک ایده نو برای راحتی شما. به راحتی بتونید اینجوری یه منقل داشته باشین، یک بار مصرف که زغالش هم داخل خودشه. اینجا ببینید نمونه هاشم اینجا دارین میبینید. یک کار دانش بنیان انجام بدن. منقل داخل خود باکس هست، شما دیگه هیچ گونه کثیف کاری ندارید. مرسی از شما. هم یه سری میزای تاشو با سایبون دارن، توی خودش جام میشه و به این شکل توی باکس میره و اینجوری ببینین باز که میشه یک میز 4 نفره و صندلی و سایبون داره. قسمت های جذابم قسمتی که استیکرها رو مردم دارن میان خریداری میکنن. مخصوص سفر و کمپینگ و جلوتر یه ذره ببینیم به این شکله. هم وقتا به استیکرها رو دارن. این ماکت این جاذبه‌ایه که اینجا می‌بینید. الان نگاه کنید، اون غول پیکرشه و این خودشه. جاذبه 5 تایی و 3 تایی و 7 تایی هم اقسامش اینجا می‌بینید. نظم دهنده‌های مختلف. اینجا ظروف چوبی دارن. چنده؟ یه محصولی هم که دارن، این محصوله یک تنه درخته که داخلش مواد اشتعالزا هست که شما بدون اینکه بخواید
هیزم جمع کنید میتونید از خود تنه درخت استفاده کنید برای روشن کردن آتیش به صورت آماده. خیلی موافقش نیستم ولی خب چیز بدی نیست اگه درختش هم تأمین کنن. اینجا تخت گوشت وسیله‌های مختلفه برای گرفتن باده وقتی میخوان آشپزی کنید. قیمت این چنده؟ بادگیر اجاقه. بادگیر اجاق قیمتش چنده؟ مشکل 850. 10 تا تیکه است که 8 پر 750. توی اینجا میشه شما میتونید دور حالا پیکنیک یا هر چیزی که دارید برای درست کردن غذاتون بکشید و آتیشتون خاموش نشه. یه چیز دیگه بهتون بگم، این ظروف چدنیه. شما به هیچ عنوان از این ظروف چدنی استفاده نکنید. اینا همه ضایعاته و از خورده ضایعات درست شده. ضایعات در و پنجره درست میشه و خیلی مفید نیست برای بدن. چدن‌هایی استفاده کنید که تیره رنگن و با رنگ خود چدن به صورت دود داده شده هستن. این نمونه پتو هم از نزدیک میتونیم ببینید. خیلی مرتب و منظمه. کمجا استفاده کنیم. اینجا یه دونه از چیزا رو می‌بینیم با موزیک داره لذت میبره. لوری رفت لوری بری. حالا اینا شمالی برقص. شمالی هم بلده؟ شمالی برقص ببینم. هدی میزنه. آره جای جذاب هم باز این قسمت هاست. مردم دوست دارن چیزایی که بس کنم به خودشون بگم ما اهل سفریم. حتی اگه اهل سفرم نباشم با اینا اهل سفر میشم. و خیلی ها اینا رو نماد سفر رفتن میبینه. از کار دست کار هنرمنده و خیلی ارزشمنده. ولی الان خیلی ها نماد سفر رفتن رو تو این چیزا میبینن. اصولش اینه که اینو باید کار هنری ببینن. یه غرفه جذاب برای اونایی که اهل ماشین‌های کمپرن هست. انواع اقسام دوش و ظرفشویی ها و حتی سرویسی بهداشتی مخصوص کمپر. سیستم های مختلف برقی و پخت و پز. اینجا داریم ببینید همراه سیستم های مختلفش اینجا نمونه هاشون وجود داره. گازهایی که درش وقتی بسته میشه حالت میز میشه و شما میتونید به عنوان میز هم استفاده کنید. و اینجا بریم جلوتر میگن توالت فرنگی پورتاب. برای ماشینایی که حالا کمپر نیستن میتونن از این پورتاب ها استفاده کنن و سرویس توشون جا نمیشه. میتونن از انواع سرویس های فرنگی پورتابل استفاده کنن. خودشون مخزن دارن. مخزن ها که بیرون بکشین میتونید تخلیه‌شون کنید. ماشین لباسشویی دیواریه که توی ماشین جا میشه. و انواع اقسام
سیستم های مختلف، فرهای مختلف و فرهای مختلف که اینجا میدید. باز چه من در صورت یک دستی نمیتونم باز کنم. برند LGه دارید برندشون میبینید. درشون بخاطر همین محکمه که به کمپه با تکون باز نشه. من چون یک دستی دارم فیلم میگیرم و یک دستی مشغوله نمیدونم بازش کنم. یدک‌کش های کمپینگه، میتونید پشت ماشینتون اگه کمپر هم نیست فرض کنید و هوای سفر برید. اینی که میبینید یه مینیبوس مسافرکش نیست، یه مینیبوس کمپره، 2 طبقه. بالاش باز میشه، به یه طبقه بالا داره. خیلی جذاب و باش درسته. عکسش توی طبیعت میتونید ببینید. یه سیستم چادرهای صفحه میبینید که روی سولار داره. میتونید حتی داخل ماشینتون نصب نکنید سولار رو و روی ماشین نصب نکنید. روی خود چادری که روی سقف ماشین دارین سیستم سولارتون رو داشته باشید. به این شکل هم داخلش حالا رو پردازی کردن. این مدل چادرهای صفحه‌ای که برای جایی که کم جا باشه تا میشه روی ماشین قرار میگیره و ادامهش بیرون میاد. به این شکل با پایه‌های تلسکوپی بس شده و 3 نفر قشنگ توی چادر جا میشه. برند ایسکول یکی از برندهای خوب برای یخچال و فریزرهای کمپینگه. خیلی یخچال‌ها و فریزرهای کمپینگ با کیفیتی میسازن. از برق و باتری ماشین استفاده میکنن. یخچال‌هاشون هست که از 12 ولت و 24 ولت میتونه خروجی بگیره و هم برق شهری هم برق ماشین. اینجا هم یه سری سیستم های تعبیه هوا. و اینجا یخچال فریزر های مخصوص کمپینگ. یخچال خودرویی که با مثلا چی میخواید جان بذارید این قسمت کول باکس به زودی میخوام بدم بیرون، هنوز به بازار نیومده. اینجا نوشته به زودی. یکی دوست داریم با تیپ های خاص هم بریم سفر، بیاین از این کوله های چرم استفاده کنید، خرید کنید برای سفر. هرهای خاصی دارن، جالبه، برای سفر میشه استفادهشون کرد. و لباس هایی که همه ابروبادی هن در رنگ های مختلف. اینجا یه سری قهوه جوش، قهوه سازه، چای سازه، همشون ترکیب برای سفر ساخته شده. اینجا یه دونه من کوله دیدم مخصوص سفر که این قسمت کول باکس داره و جلوش ظرف و ظروف و قاشق و چنگال برای 4 نفر.
اتوی سفری، سشوار سفری، شارژر و کشور. از کوچیک 2 نفرش وجود داره بدون کول باکس تا 4 نفره هایی که اینجا دیدید. خب اونایی که اهل قهوه و خیلی قهوه رو دوست دارن اینجا نماینده برند قهوه هستن. گارانتی دارم خدمات پس از برید که مثلا قطعش خراب بشه نباشه میفرستید نمایندگی اونجا، حالا تو بازه گارانتی باشه رایگان انجام میشه، بعد از این حالا هزینه‌اش رو سرباز تمپراتور دستگاه بس میشه. بله بفرمایید. ولی آب جوش میریزیم. درش بسته میشه به این شکل. جام 8 تا یک شنبه از 4700 شروع میشه تا به 12. همونطور که داریم میبینی اسپرسو با فوم خیلی خوبم داره خروجی میده. اهل قهوه هاش حتما به این قرفه سر بزنیم. به شما میده. ببین مرسی، ممنونم. همه چی داره. چی آماده شد؟ تستش کنیم ببینیم چه میده. خیلی خوبه. بعدم با دستاش خیلی فرق نداره. من که اهل قهوه با اون مدل که تسیحتم 5680. بریم سراغ فروشگاه تجهیزات کرکس. ببینیم فروشگاه کرکس چی آورده. مثل ماگا آورده، چادر مسافرتی، کوله های مسافرتی و زیراندازهای فومی. شیرم کاپشن داره که الان میریم به پیشواز زمستون باشه. الان نمایشگاه توی تابستون داره برگزار میشه. بریم بغلی، غرفه بغلم یه سری چیزای کمپینگ بیل خوبی داره. بیلچه خیلی قرص محکمی دارن. بله اینجا میتونیم کامل ببینیم اقسام تجهیزاتی که میشناسین ابزار رو توضیح بدین شما که ببینید. کرامپون اسکی کوهستان، کرامپون 4 شاخ، کرامپون ژله‌ای، کرامپون 14 شاخ، باتوم 5 تیکه، باتوم تکنیکال اسکی، باتوم اسکی، باتوم کوهنوردی، باتوم اسکی تورینگ یا اسکی کوهستان، کیل کش، پلنگ کوهنوردی، بیل برق، ویلچه، میرسونداژ، تبر سرعت، ددمن یا لنگر برق، استوتیو، نبشیه برق، تگزان و کیل. بسیار عالی. دست شما در نکنه. با اجازهتون. صندلی‌های خوبیه. حالا به توریست معروفن، حالا برندشون هم توریسته.
میبینین حجمشون هم ببینین به صورت بسته حجمو دارن. شاید نتونید به راحتی توی ماشینتون خیلی راحت قرارش بدین چون حجم بزرگی داره. بعد ماشینتون هم بند کافی جا داشته باشین که بتونید از این نوع صندلی ها استفاده کنید. و کوله هاشو خیلی خوبه. به یه چیزی که دقت داریم کوله ها همش کاملا ضربه گیر داره، یعنی کاملا برای کسی که تجهیزاتی حساس داره مثل عکاسی تا دورناک کار شده و حالا اگه خودتون بتونید پارتیشن توش قرار بدین لحظاتون رو فیکس کنید خیلی سوایی جنس کار شده کاملا ضد آب، یعنی نه که ضد آب هیچ آب با مینا بکنید کلا بندازید تو آب باز روز بهش نمی‌کنید. قیمتش 2400 در نمایشگاه. ما اول فروش تکی نداریم، فروش تکی داخل بازار 400 بدون مشکل فروش تکی نداریم به خاطر شرکت در نمایشگاه با مثلا جنسان بودیم برای نمایشگاه. نه بعضی هاشون چون بعضی ها میگن که مثلا میخوام زیر کامل باز میشه کنترل کامل داخل ساک هم داشته باشن. سوایی قضیه با جنس همه بلاستیس ها ضربه‌گیر رو داره، مشخصات کوله چند لیتره چند به اصطلاح چیز همه اینها نوشته شده، جنسی که استفاده شده کوردوباه، همه اینا به قول معروف مشخص. سوایی ما 1 سال هم گارانتی داریم رو جنس ها. یه لحظه ببینید این قسمتش یک کیف دیگه نصب میشه. اگر وسیله اضافه داشته باشید به این شکل میتونین یه دونه کیف اضافه روی خود بس کنید داشته باشین، مثلا یه پارتیشن اضافه‌ای داشته باشین. اینجا بخاری های مخصوص چادره میتونید بیرون بذارید و لوله بخاری رو گرمایشیش رو داخل چادر بذارید، خود دستگاه بیرون چادر باشه و چادرتون رو گرم کنه. سوختشون چی هست؟ سوختش از گاز مایع و زن. بسیار عالی. یعنی با کپسولای گاز. کپسولی بر نصب شده اگه بله ببخشید من اینجا حالا ببینید با یک پیتیک میتونید داخل چادرتون رو به این شکل گرم کنید و برق هم کنارش باید باشه. بله به باتری ماشین وصل میشه. حدودا هر 1 ساعت کمتر از 2 آمپر برق مصرف میکنه. قیمتش چطوره؟ قیمتش تحویل 20 روزه 15 میلیون و 500. تحویل 20 روزه 15 میلیون و 500. مرسی متشکرم. ببینیم بازم تجهیزات موتوره و نمونهش ببینیم تن خودشون یک سری کامل برای موتور سواری با سرعت بالا. خب چقدر کیف های مختلف در لیتر های مختلف، همه برزنتیه، احتمالاً ضد آب باشن چون بالاخره روی موتور احتمال باران وجود داره. این مدل هم بذارید شاخ داره. خب بریم جلوتر ببینیم چی دارن برای عاشقان موتورسیکلت. اینجا فکر کنم عالی باشه. بازم تجهیزات موتور، انواع کیف، خیلی اینجا تنوع برای موتور سواران داره. لباس های مخصوص موتور خیلی خوبن به نظرم برای کسی که موتور دوست داره.
خیلی تجهیزات مناسبی ساخته شده. کیف‌های هارد کیس، کیف‌های جالبی دارم به نظرم. قسمت من پارسال ازشون خرید کردم از غرفه‌شون. خیلی پاور بانک های حجم بالای خوبی دارن برای سفر و اینکه اینا یه سری اینورتر خوب دارن برای ماشین که میتونید خرید کنید. انواع اقسام اینورترهاشون حالا اینجا میبینید که حتی واقعا یک سنگ برز رو روشن میکنه. من خودم یه دونش رو خریدم پارسال و خیلی با کیفیتم. اینجا پاور بانک ها رو ببینین، حجمای خیلی بالای و خوبی دارن. اونجا 50,000 میلی آمپر، 50,000 میلی آمپر میگه، 100,000 میلی آمپر همه جورش رو دارن و خیلی واقعا خوبه به نظرم کیفیتاشون. بیشترین حجم پاور بانکتون چقدره؟ 80,000 میلی آمپر داریم، 100 هم داریم. 100,000ش تقریبا قیمت میشه چطور میشه؟ قیمتش تقریبا داریم 8,700 100,000 میلی آمپرشون و خیلی با کیفیته. اومدیم غرفه کمپ ایران. اینجا برندهای استنلی و برندهای معتبر رو دارن. یکی از اجناس خوبی که حالا میتونید خرید کنید برای سفرتون همین دوش سفری هست. میتونید برای پمپ آب حتی استفادهش کنید. از باتری خود ماشین استفاده میکنه و میتونید کاملا یک سیستم آب خوب داشته باشین با یه هزینه اون به صرفه. یه 20 لیتری کافیه برای داشتن یه سیستم آب با اون دوش سفری. سریش قابل تعویضه و میتونید به عنوان شیر آب هم ازش استفاده کنید. هم که گازهای دو شعله که میتونید خیلی راحت برای برنج و حالا شاید خورشتی که استفاده میکنید 2 تا شعله نیاز دارین استفاده کنید. اینجا تخت هایی که میبینید قابلیت ساحلیشو هم دارن، یعنی هم میتونه بالا قرار بگیره به این شکل و میتونه کاملا پایین باشه به صورت تخت. خب اینم چادرهای هاسکیه، برند هاسکی که میشه 2 نفر و نیمه و اینم یک مدل ضد طوفانشه که اصلا من تو اینا راحت نیستم به خاطر ارتفاع کمشون. خودم راحت نیستم تو اینا. این مدلشو نمیتونم خیلی راحت باشم. من داخل غرفه رو کامل ببینید. اینجا غرفه تکاورکو هست. کیفای خودشون که زیرانداز هم گفتن 725 تومن. ضد آبه و داب هم هست. از زیر هیچ گونه آبی وارد نمیشه. کاپشن هاست. ببینیم قیمت هاشون مثلا چقدره. رنج قیمت 4 میلیون تومنه. بچرخ ببینیم شلوارک
تیشرت های سفر 820 تومن شلوارک هاست و این مدل های طرح شلوارش 900 تومن. این چادرها تک نفر است. اگه تنهایی سفر میرین و دوست ندارین یه حجم زیادی رو با خودتون حمل کنین، این چادرهای تک نفره مناسب شماست. ارتفاعش هم به نسبت چادرهای تک نفره خیلی خوبه. به نظرم این چادر برای یک نفر آدمی که میخواد ارتفاع پایینم نداشته باشه خیلی خوبه. اینجا داریم میبینین داخلش هم یه کوچولو هم اونور داره مالو میبینه. در خدمت غرفه گسبی هستیم و خودشون رو معرفی کنن و محصولاتشون رو بگن به چه شکله. سبک لباسای ما لباسای بومو هستش، بومو استایل. همه لباسا جنسشون الف طبیعیه، یعنی دوباره به طبیعت برمیگرده، تو این چرخه طبیعت هستش و اینکه لباسا خیلی حس آزاد بودن و رها بودن اینا رو داره برای طبیعت، برای جنوب، برای کویر، برای جنگل و برای کارفصل لباس داره. دست شما درد نکنه. متشکرم. غرفه گسبی دارین میبینید لباساش هم تن خودشون نمونه هاش هست. اینجا ببینید نه نمونه های لباس های غرفه گسبی تن مدل های خودشون هم دارین میبینید. تفنگ اینجا میبینید اینا کار میکنه. تفنگ بادی به چه شکله؟ به صورت دکوری هستن تفنگاشون، ولی خیلی دیتیل های جالبی داره، شبیه تفنگ‌های واقعیه ولی مینیاتوری. من فکر کنم تفنگ بادی شاید باشه دستساز، ولی تفنگ بادی نیست. بسیار عالی. و سازنده شمایی، سازنده این تفنگ‌ها ایشونن که در خدمتشون هستیم. با چه متریالی کار میکنی شما؟ چوب گردو. چوب گردو. بیشتر سمت درسته. پس غرفه کالابته که سایتشون هم وینگو داشت های آره که از کمپینگ های حالا به قیمت تجهیزات به قیمت رو اینجا داره. محصولاتشون هم داریم میبینید. اما اقسام محصولات اینجا میبینید. بسیار بازدید کنندگان هم اینجوری با اسکیت اومدن. جالبه. میبینید یه سریا با اسکیت هم. خانم هم با اسکیت هم. اومدیم غرفه برند اسنوهاک ببینیم چیا داره. از همه اول کیسه خوابای اسنوهاک، چادر 2 نفره اسنوهاک. بریم داخل ببینیم محصولات دیگه شون چیه. سری فلاکس های مختلف، لباس های مخصوص سفر، های مختلف رو دارن. یه سری چادر سایه‌بوندار دارن در این قسمت، باتوم های کوهنوردی و حالا برای اسکی نمیدونم داشته باشم. اینجا کفش ها و چادری های اسنوهاک ظرف
ظرف و ظروفشونه، همه نوع ظرف ظروف استوماک، گازها و شعله هایی که میبینید مال برند استوماک هست. محصولات جدیدش این کالکشن و ظروفشون هم یه نوع چادر رنگش خاصه تا الان ندیده بودم، این رنگش رو خواهی میکنم. پوله هاشون که سال هاست توی بازار هم میبینید، اما سولیت های مختلفه برند اصفهان. توی نمایشگاه برند شما تخفیف هم داره؟ 15 تا 20% هم میتونه تخفیف داشته باشین. مرسی. یعنی شما بیاین نمایشگاه و از برند اسنوهاک بخواین خرید کنید میتونید 15 تا 20% تخفیف بگیرید. از لباس‌های اسکی بگید تا لباس‌های سفر و کمپینگ همه چی دارن. روی هر محصولش هم تا 15% تخفیف دارن. صندل کتونی هاشونه برند اسنوهاک و صندل که این الان من خودم این صندل الان پامه. نمایشگاه سفر کمپینگ و اکوتوریسم و آفرود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی و خدا نگهدار.